أين الرجال؟ به نام الله، ستایش مر الله را. درود و سلام بر پیغمبر الله، عائله ایشان، صحابگانشان و کسانی بود که به ایشان پیروی کردند. شهادت می دهم که نیست معبود جز الله و محمد رسول اوست. امروز ما آیید کلمه هفتم برنامه امان که آن کلمه اصبر یعنی صبر نما می باشد صحبت خواهیم کرد. چی بزرگ است این کلمه. صبر کلید خرسندی است و پیروزی تنها با صبر می آید. الله متعال پیامبرش محمد صلی الله علیه و سلم را که ایشان از روزهای اولی آوردن رسالت اسلام با فتنه و فشارهای قوم خود و بعضی خویشاوندانشان دچار شده بودند به صبر کردن فرمود. سپس او تعالی فرمود که ایشان در برابر پیروانشان که در پهلویشان بودند صبر کنند. الله متعال فرمود و در برابر کسانی که هر صبح و شام پروردگارشان را میخوانند و خوشنودی او را میجویند خود را به صبر وادار. صبر این تاب آوردن به دشواری ها هنگام رسانیدن دعوت، هنگام تحقیر و شکنجه شدن از جانب کافران و دشمنان می باشد. نسبت به برادران، دعوت کنندگان و پیروان نیز صبر کردن لازم است، زیرا این نشانه وحدت گروه بندی و نشانه برادری در اسلام است که توسط این خصلت ها به هدف رسیده می شود. صبر چنان که عالمان تعریف کردند باید در وقت امتحان و عذابها و همچنین هنگام اجرای فرمانهای الله نشان داده شود. صبر عن المعصية وصبر على الطاعة وصبر على الأذى وغير ذلك من الأنواع. فالصبر يجب أن تكون صبر برای هر یک مؤمن مسلمان فرض است و به شبهه آن مهمترین خصلت برای دعوت کننده می باشد. ما خودمان را به صبر فرا می‌خوانیم و از الله متعال می‌پرسیم که ما را از جمله صبر کنندگان و کسانی گرداند که در حالت‌های خطرناک با وجود عذاب و سختی وضعی که حامیان دعوت اسلامی دچار می‌شوند با غیرت هستند. رغم الأذى البلیغ ورغم المشاق والمصاعب التي تقف في وجه حمل الدعوة الإسلامية. ما این چنین از الله میپرسیم که ما را از جمله صابران گرداند که پاداش خود را به طور کامل و بدون حساب میگیرند، چنان که الله میفرماید هر آینه پاداش صابران به طور کامل و به حساب داده می شود. استغفر الله لی و لکم و السلام علیکم.